امشب چه شب است؟ شب خوبی ها، شب نیکی ها، زیبایی ها، شب بیداری، شب راز و نیاز. امشب مژه نمی نمیکنم و تنها با معبودم سخن میگویم، تنها با او راز دل میگویم، تنها نام او را میخوانم و از درگاهش اجابت نیازهایم را میطلبم. امشب چه شب است؟ با برکت امشب ملائک دسته دسته به زمین فرود می آیند تا چشمان خسته شب زنده‌داران را با گلابی بهشتی بشویند. آنان می آیند تا غبار خطا و گناه را با عطر فردوس از دلها بزدایند. امشب چه شب است؟ شب گردش فرشتگان گرداگرد مؤمنان، شب مبارک، شب بخشودن، شب تقدیر. چه زیباست امشب! امشب شب گریه است، شب اشک است. اشک شبنموار فرو می‌ریزد تا آبروی از دست رفته را بازگرداند. خداوند امشب مهربانتر از همه شب‌هاست. او به اشک‌های ناچیز ما توجه می‌کند و برای آنها پاداش می‌دهد. این اشک و قطره‌های ناچیز آتشی را که قرار بود سوزاننده تنمان باشد خاموش می‌کنند. امشب شب گریه است، شب گریه است، شب ناله و فغان است، شب آه و افسوس. می‌گریم چرا که دستم تهی و خالی است و بجز قطرات اندک اشک چیزی دیگر ندارم. پس ای چشمان من در این شب مهربان بگریید و بنالید و مرا از آتش دوزخ رهانید. بله، امشب شب قدر است، شب سراسر نور، شب رحمت، شب خیر و برکت، شب سلامت و سعادت بی‌نظیر است. شب راز و نیاز، شب پر از سر و اسرار است. خداوند شب قدر را در میان شب‌های ماه مبارک رمضان مخفی قرار داده تا مردم به همه این شب‌ها اهمیت دهند. همان گونه که خداوند رضای خود را در میان انواع عبادت‌ها پنهان کرده تا مردم به همه آنها روی آورند. غضبش را در میان معاصی پنهان کرده تا از همه بپرهیزند. دوستانش را در میان مردم مخفی کرده تا همه را احترام کنند. اسم اعظم را در میان اسمهایش پنهان ساخته تا همه را بزرگ دارند و وقت مرگ را مخفی ساخته تا همه آماده سفر آخرت باشند. امشب باید شکایت هجران را در نور دید و با امید وصل و دیدار بیدار نشست و از جام طهوری سلام تا مطلع فجر سرمست بود. امشب باید در طلب کوشید، بیدار ماند، دیدار جست، احیا گرفت، به نیایش پرداخت، کار خیر کرد و به نیازمندان رسید، دانایی طلبید و مذاکره علم کرد. آخر این شب شبی است که در آن هیچ کاری بی اجر نخواهد ماند. امشب شبی است که باید به یاد روی آن محبوب عزیز، آن حبیب ثقلین، آن غمخوار امت و پرچمدار شفاعت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دردمندانه و عاشقانه نالید و دیدار روی او را از خدا طلبید. شب قدر شب جدایی میان دوستان خدا و پیروان شیطان است. شب دعا و اجابت و شب نزول رحمت عام و کرم خداوندی است. شب آشتی بنده با خداوند و توبه و انابه، شب شستشوی تیرگی های گناه از دل و شب خودسازی و نزدیک شدن به پروردگار است، زیرا تنها او قابل التوبات، ستار العیوب و غافر الخطیئات است. بشبهه بهتر بودن شب قدر از 1000 ماه به دلیل ارزش عبادت و احیای این شب است. اندر این شب خطاب می آید که کجایند جوان مردان و شبخیزان که در آرزوی دیدار بیخواب و ناآرام در راه عشق شربت بلا نوشیدند تا ما بر خستگی ایشان مرهم و در این شب قدر ایشان را به قدر و منزلت بازگردانیم که امشب شب نوازش بندگان است و توبه عاصیان. در این شب مؤمنان بدون واسطه به محضر خداوند راه می‌یابند و در آن بارگاه
می توانند همه خواسته های خود را بیان کنند. خداوند در این شب قدر وعده رحمت خاصه الهی داده است. کسی که این شب عزیز را درک کند و محضر دوست وارد شود و حاجتش را به او عرضه دارد، بیشک از گناهان پاک می شود. پروردگارا، با لطف و کرم خویش دعای ما بندگان عاصیت را قبول فرما. هر سهو و غلطی که پنهان و آشکار انجام داده ایم، با رحمتت عفو بفرما. خدایا، به حرمت نام زیبایت یا شافی، تمام بیماران ما را شفای کامل عطا فرما و به عزت این ماه بزرگ و شب لیلة القدر این وبای عصر را از ما دفع نما. آمین یا رب العالمین.